روم. اگر مرا یابند کودکم را میکشند. از اینجا باید گریزم. کی باشد؟ الو پینور. فریده کمک کن خواهش میکنم. بیا مرا گیر. در کجایم؟ نمیدونم. یک لحظه. الو پینور جواب ده. چرا خاموشی؟ خدایا من چی کار کردم؟ کمک کنید. چی کار کردم؟ یاری دهید. خواهش میکنم. الو شما کی هستید؟ پینور در کجاست؟ چی؟ صدمه شد؟ من میخواستم این زن رو یابید. پینور ازگور، قدش 175، در بدنش لباس قهوه‌رنگی، شمی سیاه دارد، کرته سفید هم میپوشد. رقم تلفنش در پشت رسم نوشته شده است. من میخواهم این زن را در حال یابید. هر چی زودتر، 1 ثانیه هم از دست نرود. خانه ای افگیل را هم تحت نظارت نگه دارید. شاید آنجا باشد. اطاعت سردار. جواب ده با تلفن. کمی پیشتر زنی رو آوردن. پینور روزگور. بله آوردن. مرحمت. شما از عائله پینور خانم هستید؟ بله. احوالش چطور است؟ نمیدونم. باور کنید خیلی غمگینم. من یگان گناهی ندارم. حتی نرسیده است. آقای دکتر یگان حالتی ناگوار نیست آخر؟ نه، هم خودش و هم کودک خوب است. حامله دار بوده است؟ برای تدبیر امشب تحت نظارت باید قرار گیرد. فردا صبح به سلامتیش نگریسته جواب بدیم. ممکن است ببینی؟ البته، اما حاضر بیهوش است. کمی دیرتر به اتاق برده می شود. خدا شفا دهد. تشکر. شکر که چیزی نشده است. بسیار ترسیدم. اگر شما خواهید می توانید روید. شرط نیست که انتظار شوید. ما به این هم همین جویی. اگر ممکن باشد انتظار شدن میخواهم.
تا به خود آمدنشون نبینم براحت نمیشم. خودتون میدونید. با فکرم زنی را پخش کردم اما مطمئن نیستم، لیکن با بیمارخانه آوردم. بسیار ترسیده ایستادم. الو تیمور، شکر که تلفن کرده توانستی. در کجایی؟ پینار، من در کجایم؟ با من چی شد؟ در میان راه بیهوش شده. اون زنی که برآمد تو را تو به اینجا آورده است. فرزندم. خواطر نشو، هر دیتون خوب هستید. به تو چی شد؟ چرا از مهمان خانه گریختی؟ دنبالت کمال بود؟ به خانه کمال در آمده است. ایزی انگشتش بر آمده است. راست میگویی؟ تو را کمال کشتن میخواسته است. کوشش دارد که کاری نیم کردهش رو تمام کند. در کجا ایستادنم را یافته است. از دستش به یک عذاب خلاص یافتم. فریده، خواهش میکنم مگذار که فرزندم را کشند. به خانه برگردم. هیچ نباشد تو تولد کردنی کودک. ها؟ این قرار را تنها من میدهم. پس با شرف مصلحت بکن. راضی گردان. خواهش میکنم فریده. آنچه که به تو کردم از همش عذر میپرسم. التجا میکنم. مرا کمک بکن. ولی تیمور، در اصل پخش نکردم. یکی خودش رفتید. لبای مادر، حالا انتظاریم. مایلش خواطر نشوید. چی شد؟ با خود آمد؟ به خانه برگشتن میخواهد. به خانه برگشتن میخواهی؟ با کدام روی؟ به خانه کمال در اومده بوده است. تا مرا نکشد آرام نمیشم. فکر کردید که برای به خانه برگشتن دروغ میگویم؟ دروغ نمیگویی؟ با فرزندم قسم میخورم که راست میگویم. کمال قسم خورده است که جانم رو میگیرد. تا مرا نکشد از تبقیق کردن دست نمیکشد. شرف به خاطر فرزندت التجا میکنم مرا در خانه اجا بکن. اگر خواهی از اتاق نمیبرایم، حتی رویم رو نمیبینی. شرف التجا میکنم. کودکی در بدنم بوده فرزندی تو هم هست. با او یگان چیز شود عذاب وجدان نمیکشی ها؟ به این هم یک فرزندت رو زیر خاک کردی. درد فرزند رو میدونی شرف. به عذاب دیگری طاقت کردن میتوانی مگر؟ من به تو گفتم که بیا، نه آمدی. شبی در روز تنها بودم. کارو تنها حل کردم. تلفنت خاموش بود. چی شد اکا؟ چی میگوید؟ بیار از این فریده. شرط نیست که تو هم در اینجا انتظار شوی. چی گفت اکا؟ بگوید تو اینکه ما هم بدونیم. دروغ میگوید. کسی او را کشتنی هم نیست. رفتیم فریده. مایلش تو دیدن. خدا شفا دهد. تشکر.
шукри зиёд. дар охир ба худ омадед. маро бисёр тарсондед. маро ба беморхона ту овардӣ? бале, шукр ки ҳардуямон бахт доштаем. эҳтимоли пахш кардан буд. худо нигоҳ дорад. боз фарзанд ҳам интизоред. чеҳраатон ба ман шинос менамояд. мо шинос шуда будем? фикр намекунам. ман қаблан боре ҳам надидам. تو در کجا بودی؟ شرف در گلخانه بودنت را نگو ولو از خواطری مردم. من هیچ نمیفهمم. جای گرم ایستاده است تو رفته کنج دکان رو اختیار کردی. مادر صبر کنید. قدمم رو نمونده. کنی بگو چی شده است؟ تو بیهوده صبحانه نمیخوری؟ انگشتنی را دیده چی گفت؟ کنی به من گپ زن. چیکار میکند؟ نمیخواهم گفت. قبول نکرد. قبول نکرد؟ این رو ببین. این مراتب تو کاردار نشو. گفتم که نباید خودت رو به دست گیر. اما این خیل نمیشود پسرم. من خودم با او گپ میزنم. زن رو میفهمد. جدی میگویید؟ به خدا. مادر یکتای من. والله اگر بیکنید هم تنها شما میکنید. رفته نشانه رو در کاغذ نوشته بیار کنی. من کودک ها رو جیغ زنم به نهاری. بچه ها الف درست. این کدام جیم زا این چی بود؟ شین. این چی؟ کمی زود باش. رفته یگام چیز خریدن اما لازم. فریده با مادرم چای نوشی میآیند. کاش پیش از دعوت کردن مرا هم میپرسیدی. آمدن و یا ناآمدن اویلا ما را از تو میپرسند. اتیلا مگر همه کار را زودتر نکرده ایستاده‌ای؟ بعضی از مسئله ها تا حال حل خود را نیافته است. چی مسئله است؟ همه احوال گلستان است. اویلا هم چنین میداند. اگر چهرهت را خیره نشاندی و یا آنها را ناراحت بکنی عاقبتش را خودت میدانی. اکنون زودتر باش. اول رفته خریداری بکنی. آمده داخل؟ آقای خیردین فریده رو پرسیده ایستاده باد. آقای خیردین آمدن. چی شد؟ چی درد داشته است آن اجازه؟ هیچ درد ندارد. همش بازی است. همین خیل گردنشی. فریده درون ندارو. در حلمه برایم دخترم. با کجا پدر؟ رفتی خودت میبینی. مایلش لباسم را عوض کنم میآیم. مایلش دخترم. آقای خیردین با کجا این خیل عاجله نه؟ تو هم هر چیز رو ندانه می شود. بعضی چیزها رو به خاطر لازمیش از همه آخر باید بدانه. برای خودم قهوه میگیرم. تو هم میخواهی؟ نه تشکر. مایلش. روز بخیر. آقای تیمور در اتاقش است. در گلو هستند. مرحمت کنید. تشکر. یگان چی شد؟ نه خوبم.
اینجا رو چگونه با ترتیب درارم؟ خدایا. شرف خوش آمدید. بخیر است همه جا رو توزه کرده ایستاده ای؟ نه یک چیز رو دیدنی بودم. مادرم در خانه است. فریده نیست مگر؟ با پدرم کجای رفتند؟ خدایا من هم اومدم که کودک ها را گرفته به خانه لیلا بیبرم. هیچ گپ ندارد. این خیلی که باشد نباید خانم را میبرم. میدونی که اتیلا با لیلا آشتی کردند. من هم گفتم که کودک ها را گرفته بیبرم. کودک ها هم بازی بکنند. این چی کار داره در اینجا؟ در وقتش آمدین هم. نبیره ها یک دیگر رو شناسند. میخواهم که فرزندم با کلینم یک جایه باشد. و خدا کودک ها یک دیگر را در بیرون بینن نمیشناسند. خوش آمدی خانم جان. نباید خانم این چی زیباگی خود را برای چی اینقدر زیبا کرده ای؟ یک خیشم رو زیارت میکنم. در تفدان شیرینی بود. وقتش هم آمده است. خوب است. نفری ببیند فکر میکند که خواستگاری رفته ایستاده ای. نباید خانم این چی هیجان است؟ هیچ گپ نیست. سعید شکار شده است. دیگر برای کی رو خواستگاری میکنم؟ چرا چنین میگویی؟ آخر یشر هست کو. نباید خانم من هم برای دیدنی کلینو نبیرم رفته ایستادم. بعد اینقدر کار شمال های کجا آورد؟ کلینی تو در وقت زندانی بودن اتیلا جدا نشد مگر؟ چرخی فلک گردان شده ایستاده است. بیا نباید خانم بیرویم. نبیرم رو میبینی؟ نه انشالله دفعه دیگر. نباید خانم خواهش میکنم. یک ساعت میشینیم بعد میروی به جای فریده میروی. حداقل یک پیاله چای بنوش بعد رو. در کجا زندگی میکنم؟ من هم همون طرف میروم. خیلی خوب آماده شو. مایلش نباشد 5 دقیقه میشینیم. بیبی هم آمدند. جانم من آماده است. آماده شوید تماشا میرویم. با قهوه‌گیری رفتی تلفنت صدا داد. ممکن تیمور زنگ زده باشد. همون بوده است. در بیمارخانه ایم جانکم. رقمی 202 با آنجا بیا. کی زنگ زده است؟ با تو کی می شود؟ دوستم با نزدیکی نکاح میکنیم. خوشبخت شود. پدر حالا هم به کجا رفتنم رو نمیگویید؟ کمی دیرتر میفهمی. صبر کن. پدر مگر بله دخترم برای اصلاح کردن خطاگیمان آمده. رفتیم. مرحمت. روز بخیر. خوش آمدید. چی خدمت بکنم؟ با مسئول جراحی چشم در افریقا و خوری کردن میخواهم. فهماد. یگان حجتتان رو بینم ممکن؟ مرحمت. آشانه دویم. تشکر پسرم.
جناب سردار مهمونها برای خیر کردن اومدن. حاضر نزد شما روان کردم. خوش آمدید. مرحمت. یک عهد و وفا قرض داریم. برای جراحی چشم در افریقا امانت داریم. امانت نفری که میخواست برای چشمهای نابینا نوری امید شود. میخواهیم آن را به جا آوریم. در وقتش آمدید. در میان یک دو روز گروهی از دکتران سفربر میگردند. سازمان نفری نیست مگر در سودان بیمارخانه تأسیس داده است که شخصان بیمار را طبابت میکنند و صدها به روشنی رسیدند، اما صدهای دیگر در نوبت میباشند. این خیر کرده شما بعد چند روز به نابینایان چشم امید میگردد و به حیاتشون خرسندی تازه زن میکند. لیکن ما مبلغ خیلی خاکسارانه نداریم. متاسفانه صاحب مبلغی نیستیم که در حجم کلان خیریه بکنیم. اگر خواهید خیرتون را به شما مشکلی نآورده، ماهانه به صورت حساب بانکی ما و یا شعبه های ما گذرانیده میتوانیم. پدر از ذخیره اویلا هر ماه مقداری خیر کنیم نمیشود؟ انشاءالله کلینا. تا تمام کردن مقدار جدا کرده مقبوله خانم جدا میکنیم. در قرآن میفرماید که تا از آنچه که دوست می‌دارید فداکاری نکنید، خیر حقیقی به دست نآورده اید. خیر به کمی زیادتی جدا نمیشود به جز نیت. امیدوارم که این سهم خاکسارانه شما دو چند خواهد شد. کمتان زیاده گردد. سازمان آن به دستگیری سخاوتمندان به مثل شما به هزاران نفران تمام جهان امید روشنی میگردد. گوش میکنم. گفتم که میایم. بعد یک ساعت همونجا میشوم. تمام. جانکم تیمور، احوالت چطور است؟ سخت ترسیدم. فکر کردم که زن رو پخش کردم. از پیشش دور شدن نتوانستم. شکر که پخشش نکردم. حاضر در کجا است؟ نزد همشیره چیزی رو پرسیدنی رفت. کمی دیرتر میآید. زنی شیلی روحی بوده است. باید شناس شوی. با حالش دلم سوخت. دیشب اویلش آمد اما خوب نمی نمودم. به فکرم مناسبتش خوب نیست. نمیدانم با من چونی نمودار شد. همین که آمد در حال شناس شوی. شنیدی؟ کنی بیایید. لیکن خانم جانم من بسیار نمیستم باز عیب نشود. نه چرا عیب شود؟ مگر مکانی بیگانه از خانه فرزندم است. بیا بیا. خوش آمدید مرحمت. تو هم خوش باش. ینگه این گلها رو برای شما آورده. تشکر. چه خیلی گلهای زیبا. از گلخانه ما. خیلی خوب. دادرتان در درون است. درایید با او هم شناس شوید. کنی مرحمت کنید. مرحمت. گلهای زیبا. شما؟ نباید خانم. کجا شدی؟ بیا. پدر ما رو خیلی خرسند کردید. از گردن ما باری گرانی برداشته شد. خدا ما رو موفق گرداند هر چه زودتر مبلغ رو پرداخت می نماییم. انشالله دخترم. شرف. ها؟ پدر؟ من با گلخانه رفت ایستادم. نفرفت ایستاده؟ کمی خوب کردم.
شبی در روز در بیمارخانه نوباداری کردم کو. شرف اکنون پولی خاله مقبوله رو پرداخت کردن میتونی؟ چه خیلی انجام داده میتونم؟ هر ماه به نوبینای نور خواهیم شد. ماهانه رو از ذخیره اولوی پرداخت میکنیم. با سازمان نفری نیست مگر خیر میکنیم. با خدا که فکری خوب کردید. بسیار خوب. شب صحبت میکنیم. من باید زود روم. در خانه کسی هم نیست. مادرت کودکا رو گرفته به خانه برادر دارد. مادرم هم رفت. اگر خواهی سمسه مالش و فامیله دار است اما اویله دار نیست. نامش چی بوده است؟ پینار بیا تو را با شوهر شونده هم شناس بکنم. تیبور پینار سلام. سلام. شما شنید من رفته دختر را یابم. شاید برای برآمدن اجازه دهد. ای احمق تو چی کار کردی ایستاده ای؟ همسر شونده ما را از کجا یافتی؟ او مرا یافت تیمور جان. تقدیر همین. مرا گوش کن. تو در اصل مرا گوش کن. از من دور شو. فهمیدی؟ همسر شونده‌ات رو هم شناختم. اگر حرکتی بزه بکنی همه چیز رو برایش میگویم. همش رو. با همشیره بخوردم. با دختر باخوری کرده با ما خبر میدهد. خیلی خوب. مادر جان در بلو در اتاق من بازی کنیم؟ البته بسرم. مالش کمی روید بازی کنیم. اول من نبرویم. اول من تیزه شوی. به خدا از آشتی کردنتون با عطیلا خیلی خرسند شدم. هر دویتون از گذشته درستون رو هم گرفتید. از این پس دانسته قدم میگذارید. فرزندتون رو فکر کنید. بی جنگ و جدال زندگی بکنید. مراد به صنف یکم نرفته به میز نکاح نشینید. پدر و مادر در یک جا اما عائله دار نشده نمی شود. سری کودک هم گرنگ می شود. همین خیلی نباید خانم. با اجازت شما رفته چای رو میمونم. نباید خانم؟ و تو چی شد؟ زبانت را فرو بردی؟ از وقتی در آمدنت از دهانت حرفی هم نبر آمد. تو هم سخنی بگو. کمی گرم شدم. رفته دست رویم رو شویم. جای دستشویی در طرفی راست. نباید خانم. نمیدونم که احوال را چگونه شرح بدهم. من دیدگیم رو دیدم. شرم میداده است. آقای تیمور خدا از دوستتان راضی شود. خیلی کمک کرد. تشکر. اگر نفری دیگر می بود در میانی راه مانده می رفت. در همه جا آدمانی بیرحم بسیارند. نه در مسئله آدما اینقدر فکری بد مکن. همین خیلی نه تیمور. البته در اطرافم چنان آدم های دیدم که اگر دانی بعضی از آنها بیرحمانه قصد جان فرزندی خش کرده اند. خدایا چی ظالم هایی هستند. با آقای دکتر گپ زدم. میتوانید روید. تشکر. سلامت باشید. دیگر درد رو نبینی. تشکر. با آیلت زنگ زنیم. آمده تو رو ببرن یا اینکه من ببرم؟ نه من خودم میروم. به این هم شما را بسیار تشویش دادم. تشکر. مایلش. با مثل تو شیرین سخن یافتن آسانی نیست. نمیخوام که تو را گم بکنم. باز به نزدیکی واخورده میتوانیم. باز از تو خواطر میشوم. البته رقم تلفنم رو میدهم. حتما واخوری میکنیم. این هم کارت من است.
تیمور در فوتی هم انتظار میشویم. البته. کوشش میکنم. خیلی خوشحال شدم. خواهش میکنم. زن رو به خونهش میبردیم خوب میشد. ما به ماشین تو میرویم. رجب اینجا انتظار شود. پینور خانم باید تو به خانه ببرد. فکری بهتری. تو بر راننده‌ات بگو من رفتم ماشینم رو میبیارم. در حال به اتاق 202 برو. پینور در همونجا است. کار بکن و او را به ماشین سوار بکن. به مکان ببر. احتیاط بکن. مگو که از دستم گریخت. فهمیدم سردار. بیا نباهت خانم بیا. من روم اکنون. آخیر نو اومدید. یک پیاله چای نوشیم بعد میروی. نه چای نمیخواهم. من میروم. نباهت خانم راستش رو بگو. تو خوب هستی؟ خانم جانان گفتم که خوبم. شما شینید ناراحت نشوید. من میروم. به او چی شده باشد؟ نباهت خانم خیلی غمگینم. غمگینه؟ کاری کردت رو کردی. فریب رو بر وقت دادی. حتی پسر هم داشته ای. نباهت خانم خواهش میکنم. خاموش است. نه نامی مرا و نه نامی پسرم رو به دهان مگیر. لیکنی آمدن خیلی خوب شد. هیچ نباشد به یشر بگویم تو اینکه بهوده غم نخورد. با جدولی کج خطی راست کشیده نمی شود. بموری این اتاق جو شد؟ کمی پیشتر بر اومد. تشکر برای کار. دورو بودنم رو دونست اما چیزی طلب هم نکرد. اگر نفری دیگر می بود پول هم طلب میکرد. تهدید میکرد. الو چی شد؟ حل کردی؟ رفته است؟ چی خیل؟ در پیش در بودیم. پیش از ما نبر اومده بود؟ مایلش مرا در شرکت انتظار شو. چی شده است؟ پینور رو نیافته است؟ نه. غم مخور. من شب با پینور تلفن میکنم. هم سلامتیش رو میپرسم و کمی پول میدهم. سلام شرف. خدایا نه مرا و نه فرزندهایم رو و نه اهل ایمان رو و حق بنده جانش رو مگیر. خدایا مرا از بنده های بگردان که حق بنده هایی که بر سر داریم باز پس گردانیم. بعد گرداندن جانمان رو بگیر. پدر برایتون قهوه تیار کردم. خستگیتون رو رفع میکنه. تشکر دخترم.
نوش جان شود. من تو رو گوش میکنم. معلوم است که غم داری. پدر، من خواطر هستم. زورا و تولو کردن پینور از پیش چشمم دور نمی شود. شرف میگوید که دروغ میگوید. شاید در اصل کمال دنبالش باشد. اگر به کودکی بیگناهش ضرری برسد. من میگویم که بار دیگر با شرف صحبت کنم. شما در این باره چی میگویید؟ من بسیار گفتم. از این پس قرار شماست. هرچی که شما گوید همان می شود. پدر، من با او صحبت می کنم. نمی خواهم که بعد از این عذاب وجدان بکشم. خدایا همه رو به مثل تو بخشنده و قلب ملایم نصیب کن. گوش میکنم. چی بود از مسئله مهم؟ آمدم بگوی خیر. یاسومان، میدونم که قهر کرده ای. روزهای آخر به تو توجه خاصه ندارم. این رو هم میدونم. بسیاری کارها یک باره رخ داد. عملیات ها، سوء-قصد و بعد مسئله های اولیوی رو هم میدونی. بهوده بهانه مجوی. یگون چیز و یگون نفر رو برای مانع شدن اجازت نمیدادی. برای دل یافتن یک سخنی شیرین بس بوده است. لیکن کاری شدگی شد. با این احوالمون نظر کن. مثل بیگونه شده ایم. در بینمون مسافه رخ داده است. با یک دیگر نزدیک بودیم، حالا دوریم. نفهمیدم. من کی رو بینمون گذاشتم؟ گلرو رو میگویی؟ یاسومان، من به تو چند مرتبه گفتم که او همکاری من است. تو او رو به خودت چگونه قیاس میکنی یاسومان؟ من تا امروز کسی رو با تو مقایسه نکردم، لیکن میبینم که تو قیاس میکنی. باز هم سرد نشده قلبی یک دیگر رو نشکسته این کار رو با خیر رسوندن میخوام. امیر من قرارم رو دادم. معلوم میشود که نقطه گذاشتن میخوایی. مایلش چگونه که خواهی بیا. نباشد نقطه گذاری. بیا کجا میروی؟ بیا. سرد مرا. سوار شو گفتم یاسومان. سوار شو. زود باش. اوه یا شرم. اوه پسری بدبختم. تختت رو کردم اما بختت رو نتوانستم. خدایا به من مدد ده. این حالت رو چگونه به یاشر بگویم؟ چگونه بگویم که دختری دوست داشته‌اش همسری برادر فریده است؟ با مادرم تلفن بکنم. نه شام را انتظار شوم روبرو صحبت کنیم. تو چیکار کرده ایستاده‌ای؟ ما رو با کجا آوردی؟ امیر، با من مسخره بازی داری؟ من میگویم که به مناسبتمون نقطه گذاریم. مناسبتمون رو با این طرز نقطه میگذاریم یاسومان. اویله دار شدن. با من اویله دار شدن میخواهی؟ با من اویله دار میشوی؟ من غیر انتظار شدم. بله وای بله. رفتی.
دختری مرا همراهت گرفته به خانه نشأه جلابان می روی. ذره هم نترسیدی که به سرت چی بلاها می آید؟ جناب دست و پایتون رو بوسه کنم. جناب من نمیدونستم که دختر شما است. اگر میدونستم هرگز کردار نمیشدم. شیر بچه تو در این خطا را تق تق کردی. این کارت بی‌جزا نمیماند. نفری که به خون دخترم می درآید من خونش را میمکم. جناب من رو ببخشید. التجا میکنم جناب، بس است. خواهش میکنم. نفست را نمیبراری، از دخترم دست میکشی، هرچی گویم همان را میکنی. بایلش شما چی که بگوید همان میشم. تنها نزنید برو جناب، نزنید. اکنون هر یک سخنم را به این تجهیزات سب تکرار میکنی. ба монанди утоқи хона нест. ҳеҷ набошад дар амин аст. аз камол наҷот ёбам, ба ҳамаи чиз розӣ ҳастам. ба фарзандам ҳодисае рух надиҳад, бароям кифоя аст. беинам ба хотири ӯ карда истодам. барои ту бошад коре ҳам намекунам. гир инро. то торик нашавад фикри даромаданро накун. беҳтараш интизори хабар шав. ба ту вақти даромаданро мегӯям. ягон фикри ноҷо бар сарат навор. майлаш гуфтам. шараф. ташаккур. الف الف ب ب ت ت س س جیم جیم ه ه دال دال زال زال اتقه اتقه ازغه ازغه شین شین عین صاد صاد شام بخیر ینگه برای کار خوش آمدی رحمت. مادرم نیستن؟ در بالو در اتاقشان با طبیخی را به خونه آمدن، گفتن که خسته هستم. خوب من یک رفته بینم. مادر؟ بیا در درون خوریم. هوا خنک است. نه هوا خوب است. فریده تو در درون تیار کن، به حضور میخوریم. میز هم کوچک است. شرف هر شب در همین جا میخوردیم. فریده با تو میگویم یک روی نکن.
مرا فریاد کردید. بیا اینجا شین. گوشت را باز کن و با دقت گوش کن. نیشه رو میگوید؟ از این پس با او کاری ندارم. بین هم من برای انتقال بار رفیقی کردم. از این پس رویش رو دیدن نمیخوام. این آواز را شناختی؟ شناختم. اما اصولهای شما را همه شناسم. کی میدونه چی کار کرده ثبتش کردید؟ هر چی شنیدی همان است. پدری خودت را باور نمی کنی، اما یک بی حیای 5 دیرمه را باور می کنی. آقای میتر خواهش میکنم عصبی نشو. این را ببینید. شرم نکرده مخابین میبراید. به طرفی کی؟ به طرفی پدری که او را محافظت میکند. تو را باید در حبسخانه میموندم. آن وقت چی بودنی حیات را میفهمیدی. آقای میتر خواهش میکنم بیایید به باغچه برایم. من به شما شربت خنک تیار میکنم.